اصلا لزومی نداره تو زندگی مردم دخالت کردن. واقعا میخوام بدونم چی کارید که اینقدر تو زندگی مردم دخالت میکنید؟ کجای این زندگی هستید که اینقدر دخالت تو کار مردم میکنید؟ چرا اینقدر همیشه نگران حرف مردم هستید؟ بابا سرتون تو زندگی خودتون باشه. درود، عرض ادب، پدرام سرایی هستم و خیلی خوشحالم که میتونم با شما عزیزان ارتباط بگیرم و اکثر شما عزیزان منو از روی پیج اینستاگرامم میشناسید و اومدم یه کانال یوتیوب زدم که بتونم یک سری محتواهای خوب براتون آماده کنم تا اینکه بتونیم توی رابطه هامون یک مقداری تاثیرگذار باشیم و بدونیم باید چه کارها و چه رفتاری توی رابطه هامون انجام بدیم. خیلی برای همه ما ناراحت کننده است اینکه هنوز توی این دور زمونه آدم ها عشقشون رو باید با رضایت بقیه بسنجن، باید ثابت کنن درسته، عجیبه یا نه، اشتباه کردیم یا اشتباه نکردیم. یه رابطه عاشقانه یهو تبدیل میشه به ذره‌بین خانواده ها فقط چون دختر چند سالی از پسر بزرگتره و همه میان چی میگن؟ میگن که یک زن نباید از شوهرش بزرگتر باشه، این رابطه دوام نداره، مرد باید از زنش جلوتر باشه، که من اصلا اینا رو قبول ندارم و دوست دارم در موردش بیشتر برای شماها توضیح بدم. و اینو میخوام بگم که اما هیچ وقت هیچ کسی نشد بیاد بپرسه آیا این دو نفر کنار هم آرومن؟ آیا وقتی با همن حالشون خوبه؟ آیا کنار هم رشد میکنن؟ چون آخرش همین مهمه، نه عدد شناسنامه. من نمیدونم چقدر شماها تأکید به سن دارید. یه وقت میبینی طرف بابا کنارش آرومه، داره حال میکنه، حال خوب داره. خب ما از همه مهمتر چی میخوایم توی زندگی؟ حال خوبه رو میخوایم دیگه. وقتی دو نفر کنار هم حالشون خوبه چرا داریم خرابش میکنیم؟ و از همه بدتر جامعه همیشه دنبال چهارچوبه، میگه مرد باید بزرگتر باشه چون باید مراقب باشه. ولی واقعا مراقبت یعنی چی؟ یعنی خرج کردن؟ یا نه زور داشتن؟ یا یعنی درک کردن؟ پختگی و شعور عاطفی به سن، به پیر، به پیغمبر ربطی نداره، به رشد درونی آدم ربط داره که والا هیچ کدوم ماها اینو نمیدونیم واقعا و باید تمرین کنیم. من خانوم‌هایی دیدم که چند سالی از طرفشون بزرگتر بودن ولی اونقدر شعور، درک و آرامش داشتن که اون مرد تو آغوشش احساس امنیت میکرده. و خیلی وقتا هم دیدم که مرد بزرگتر بوده ولی اصلا این حس آرامش رو به اون خانومه نمیداده و این خیلی بده. و مردهایی دیدم که با یک نگاه، یه رفتار انقدر باعث شدن که اون خانوم احساس احترام و ارزش کنه، نه احساس قضاوت. اینا قشنگ میکنه یه رابطه رو. سن فقط عدد زمانه اما بلوغ عدد روح آدمه و اینا رو دوست دارم یک مقدار درک کنیم و من بیشتر در مورد اینا براتون توضیح میدم. حالا میخوام در مورد قضاوت خانواده ها براتون یه مقدار توضیح بدم. قضاوت خانواده ها بعضی وقتا رو به مثبت میره و خیلی وقتا هم رو به منفی میره و اینه، نگاه کن یه توضیح کامل بدم. اینجاست که خانواده ها وارد میشن. خانواده ها معمولا از روی دلسوزی میان مخالفت میکنن. یه کسی که دشمن نیستش، طرف دلش میسوزه برای اولادش که میاد دلسوزی میکنه، اما گاهی همین دلسوزیه یه زخم عمیقی برای دوتا عاشق تبدیل میشه. مثلا مادره میگه که پسرم اگه زن از تو بزرگتر باشه اون نمیتونه خوشبختت کنه. پدر میاد چی میگه؟ پدر این موقع میاد میگه جامعه قبول نمیکنه، مردم حرف در میارن و هیچکس نمیپرسه مگه خوشبختی رو مردم زندگی میکنن یا این دو نفر میخوان زندگی کنن؟ نه، شما به من بگید. واقعا بابا دو نفر مهمن؟ واقعا مردم اصلا مهم نیستن. مشکل اینجاست که خانواده ها خیلی وقتا با ترس تصمیم میگیرن، نه با درک.
میترسن پسرشون آسیب ببینه، حقم دارن و بهشون حق میدم. میترسن مردم قضاوتشون کنن، بازم حق میدم. ولی نمیفهمن که با این ترس دارن آینده یه عشق سالم رو میسوزونن. و به نظر من اصلا واقعا تنها چیزی که مهم نیست حرف اطرافیان هستش. به نظر من ای کاش می اومدن خانواده ها می فهمیدن که پختگی زنی که چند سال بزرگتره ممکنه برای پسرش خیلی نعمت باشه. ای کاش اینا رو خانواده ها می اومدن درک می کردن. اون وقت می دیدید چقدر یک رابطه قشنگ می شدش. ما دنبال رابطه قشنگ هستیم دیگه و این نگرانی و دلسوزی به خاطر اون رابطه است. پس ما باید چی کار بکنیم؟ باید اولین کاری که بکنیم باید آموزش بدیم. یک مردی که واقعا عاشق باشه باید بلد باشه قوی تر از قضاوت بقیه رفتار کنه. خیلی قوی باشه. باید بلد باشه وقتی مردم میگن اشتباه میکنی خیلی به راحتی بیاد بگه شاید شما نفهمیدین اما من آرامشم رو پیدا کردم. یعنی بتونه جوابگو باشه. عشق واقعی جایی اتفاق میفته که 2 تا روح به هم میرسن، نه 2 تا سن. اینا خیلی قشنگه که در موردش یک مقدار تحقیق کنید، بیشتر وقت بذارید، بخونید. اینا همه شما رو آگاهتر میکنه. اگه یه زن چند سال از یه مرد بزرگتره و اون مرد که کنار اون زن احساس رشد میکنه، احساس احترام و عشق واقعی رو بفهمه، اون رابطه سالمتر از خیلی ازدواج‌هایی که فقط روی کاغذ براشون مناسب بوده. اصلا به نظر من اینا اشتباه. واقعا درک و فهمیدن از همه چیز مهمتره. بزرگتر بودن یعنی تجربه، یعنی درک، یعنی صبر. و اگه یه مرد از درون رشد کرده باشه قدر این چیزها رو خیلی راحت میفهمه، نه ازش بترسه. و برای همین میگم خیلی خانواده ها تأثیر دارن توی اخلاق و رفتار و رشد فرزندانشون که ما متاسفانه از بچگی این آموزش ها رو ندیدیم و همیشه یه گارد مخصوصی بین خانواده ها بوده، چون همیشه میگفتن ما داریم درست میگیم. از روی دلسوزی هم بودن، ولی بعضی وقتا اشتباه میشه. حالا بعضی وقتا یک خانوم شاید چند سال بزرگتر باشه اما عاشق‌تر، صادق‌تر و باهوش‌تره، چون دیگه دنبال بازی‌های احساسی نیست. وقتی میگه دوستت داره واقعاً دوستت داره. وقتی یه قولی بده واقعی این قولو داره بهتون میده، چون یاد گرفته ارزش موندن چیه. ولی ما متاسفانه به اینا دقت نمی‌کنیم. و اگه یه مرد از اون عشق حمایت کنه و پشتیبانش باشه، باورش رو بسازه، نه اینکه بشکنه، اون رابطه عمرش بیشتر از 1000 تا رابطه‌ایه که به ظاهر درسته. عشق واقعی اونیه که بین 2 تا آدم آگاه شکل میگیره. پس ما میگیم سنه اینجا یک عدد برای ما محاسبه میشه، مهم اون آگاهی و درک و فهمه هستش. پس ما باید تمام تلاشمون رو بکنیم که اول از همه همدیگر رو درک بکنیم. حالا اگر خانواده ها واقعا خیر فرزندشون رو میخوان، باید بدونن خوشبختی یعنی آرامش، نه رعایت ظاهر. به جای ترسیدن از حرف مردم، به احساس خود اون 2 نفر چی باید گوش بدیم. بابا نظرات اونا هم مهمه، باید براشون ارزش قائل باشیم، به چشماشون بیایم نگاه کنیم. وقتی میبینیم کنار هم انقدر اینا آرامش دارن، انقدر حالشون خوبه، دقیقا همون جوابی میشه که شما ازش ترس دارید و اون ترسه چی یواش یواش کمرنگ میشه. حالا سن دلیل منطقی برای قضاوت نیست، چون عشق با عدد رشد نمیکنه، با درک رشد میکنه عزیز من. پس چی درک کنیم همدیگر رو. حالا بیایم یه صحبت دیگه کنیم. اگه یه روزی پسر شما عاشق خانومی شد که ازش بزرگتره، به جای گفتن نه باید چی کار کنیم؟ بپرسید ازش که آیا شما کنار این خانوم آروم هستی؟ چون اگر جوابش آره بود، بدونید اون عشق درسته، حتی اگه دنیا قبولش نکنه. باید به آدم‌ها فرصت بدیم. چرا ما همیشه فرصت‌ها رو میگیریم؟ به این دلیل که چون ما داریم درست میگیم. من بازم براتون ویدیوهای خیلی خوب میسازم و امیدوارم که واقعا تاثیرگذار باشه و واقعا حال دل مردم رو دارم میگم و
اشتباهاتی که بعضی از آدم‌ها فکر میکنن درسته و شاید به گفته خودشون درست باشه، شاید هم غلط باشه. براتون بهترینا رو آرزو میکنم. امیدوارم حال دلتون همیشه عالی باشه و بهترین ها براتون رقم بخوره. اگر ویدیوهای منو دوست داشتید محبت کنید، سابسکرایب کنید تا من انرژی بیشتری بگیرم و ویدیوهای بهتری براتون بسازم. خیلی دوستتون دارم. امیدوارم که بهترین ها برای هممون اتفاق بیفته.